بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق و شنوندگان رادیو اینترنتی پیام اسلام، خدمت یکایک شما عزیزان و گرامیان و روزه‌داران عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم. امیدوارم که در این روزهای ماه مبارک رمضان خوش و خرم و سرحال بوده باشید و توفیقات الهی شامل حال همه ما و شما عزیزان باشد. با برنامه دیگر از برنامه‌های لحظه‌های آسمانی در 22مین روز ماه مبارک رمضان خدمت شما عزیزان هستیم تا این لحظات آسمانی را با موضوع از موضوعاتی که در تقویت ایمان و در تربیتمان کمک می کند با هم سپری کنیم. دوستان گرامی، نقش زنان در مسیر تاریخ خیلی ها عمده و برجسته بوده و زنان همواره در کنار مردان در ساختن تاریخ نقش داشته‌اند. اگر به سرآغاز تاریخ که خلقت آدم است بنگریم، در کنار آدم حوای داشتیم و بعد از آن در کنار پیامبر بزرگوار اسلام خدیجه، عایشه، ام سلمه، حفصه و سایر زنان پیامبر و همچنین دخترهایشان زینب و فاطمه داشتیم. دوستان گرامی، وقتی از بانوان قرآنی یاد می شود به یاد مریم می افتیم، به یاد آسیه می افتیم، به یاد هاجر و به یاد دهها زن دیگره که بعضاً گاهی به صورت تصریح در قرآن از آنها یاد شده و گاهی به صورت تلویح و تلمیح. این زنها همواره در کنار مردان چنانچه خدمتتان عرض شد در ساختار بشریت، در ساختار جهان و در تربیت بشریت نقش عمده داشتند. ضرب المثل معروف عربی است که میگه وراء کل رجل عظیم امرأة عظیمه. در عقب هر مرد بزرگ، هر قهرمان، هر پهلوان، هر عالم، هر دانشمند، هر مخترع، هر مکتشف، زنان بزرگ هم بوده اند که بزرگ مردان را به تاریخ بزرگ مردان را تقدیم تاریخ بشریت کردند. بحث امروز ما پیرامون زنان یا بانوان قرآنی است که در این بحث پای صحبت جناب استاد فضل الحق سلیمانی همراه با شما می نشینیم. جناب استاد بسیار بخشین که مقدمه طولانی شد. من خدمت شما از طرف خودم و بیننده ها و شنونده های عزیز عرض سلام میکنم. بنده هم عرض سلام دارم و ادب احترام خدمت شما استاد سیغان عزیز و همچنین خدمت همه شما بینندگان و شنوندگان عزیز و محترم هر کجا که هستید. توفیقات روزافزون الله متعال رو در این ایام مبارک برای همه شما عزیزان و امت اسلامی و برای خودمون خواهانیم. امیدوارم که در این دقایق و لحظاتی که داریم وارد شب 23 ماه مبارک رمضان میشیم که احتمال این میره که شب قدر هم باشه،
دقایق و لحظه های آسمانی رو قدر بدونیم و این شب پیش رو هم بتونیم که اونگونه که شایسته است استفاده بکنیم و همدیگر رو از دعای خیرمون با امت اسلامی فراموش نکنیم. تشکر جناب استاد گرامی که تذکر دادین. واقعا شب امشب از شب‌های طاق است، شب 23 است و احتمال عظیم میره که شب از شب‌های قدر باشه. بنا به او خودم و همه مسلمان ها و به خصوص بیننده های عزیز و گرامی را توصیه میکنم که برادرانشان را، برادران مظلوم و ستم دیدهشان را در کشورهای اسلامی که زیر ستم و ظلم طاغوتیان عصر قرار دارند از دعایشان فراموش نکنند. جناب استاد، بحث این برنامه ما البته به عنوان قرآنی است. واقعا وقت اگر از ابراهیم یاد میشه باید از هاجر یاد کنیم، باید از ساره صحبت کنیم. وقت از حضرت موسی یاد میکنیم باید در کنار از او ذکر مادر موسی، خواهر موسی، مادر دیگری موسی که بگیم به تعبیر دیگر زن فرعون، آسیه، دختران شعیب، از اینها باید یاد کنیم. من میخوام در آغاز اگر یک مقدمه کوتاهی داشته باشیم در باره جایگاه زن در قرآن، جایگاه زن در اسلام، اینکه دین مبارک اسلام و قرآن چه ارزش و چه جایگاه به زن قائل شده. بسم الله الرحمن الرحیم. در قرآن کریم هم میگونه که شما اشاره فرمودید قرآن کتابی است که برای همه انسان هاست و انسان ها هم جامعه انسانی تشکیل شده از مردها و زنها. اگر حد متوسط فرض بکنیم نصف جامعه مردها باشن، نصف جامعه زنها هستن. قرآن هم دستوراتش کاملا همیشه هم مردها رو خطاب قرار میده و هم زنها رو. و هر دستوری که در قرآن کریم هست، ولو اینکه شاید تعبیر ظاهرا مخاطب لفظی که استفاده شده مذکر باشه، اما مخاطبین همه هستن، چه مخاطب مرد باشه چه زن باشه. همچنین در قرآن کریم ما میبینیم بعضی جاها به صراحت اشاره میشه که بحث مرد و زن، کلماتی تعبیری برای مرد و تعبیر برای زن استفاده میشه. به مانند آیه شریفه که میفرماد من عمل صالحا من ذکر او انثى، هر کسی که کار خیری بکنه چه مرد باشه چه زن باشه. یا در سوره مبارکه ما نور داریم که در سوره مبارکه احزاب آیات زیادی که هر جا که تعبیر میکنه بحث مرد رو، زن رو هم کنارش میاره. به مانند ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات قانتین قانتات صائمین صائمات، و این دلالت بر این داره بعد پوزش ما در قرآن کریم همیشه مرد و زن رو کنار هم داریم. جامعه انسانی مردها و زنها در کنار هم متکامل هم هستند. و همچنین ما در قرآن کریم سوره به اسم نساء داریم، در حالی که حتی سوره به اسم رجال نداریم. سوره بزرگی به مانند نساء 176 آیه داره و از بزرگترین سوره های قرآن کریم است، به اسم نساء است، به اسم زنها است. سوره زنها، زنان، در حالی که سوره به اسم مردان نداریم، یعنی سوره اسمش باشه مردان، رجال، همچین سوره ای نداره. همونطور که در قرآن کریم از مردان بزرگی در تاریخ یاد میشه، از زنان بزرگی هم یاد میشه. اگر در قرآن کریم تأثیر منفی مردانی ذکر میشه که در تاریخ اینها چهره خوبی به نمایش نگذاشتن از خودشون، در مقابل داریم که باز تصاویری از زنهایی داریم نه که صفاتشون مطرح شده باشه، اشخاص ذکر میشن، یک اشخاص خاصی ذکر میشن، چه خوب چه بد. مردها اشخاصی ذکر میشن خاص به اسمشون، مانند انبیاء الهی، بله، و یا مانند برخی از صحابه، مانند زید که صراحتا اسمش ذکر میشه. برخی از صحابه اشاره میشه به اونها بدون ذکر نامشون، و مانند صدیق اکبر. و همینطور مردهای بدی رو هم ما میبینیم که صراحتا اسمشون ذکر میشه، مثل فرعون، مثل هامان، مثل قارون، مثل ابولهب، که اسمشون ذکر میشه اصلا بدون اینکه فقط اشاره بشه به موضوع. در مقابل ما زنهایی رو هم داریم در قرآن کریم که نه که صفات اونها فقط مطرح بشه، چه خوبش چه بدش، اشخاص مطرح میشن. یعنی
قرآن کریم میاد و افرادی زنهایی رو برای ما معرفی میکنه با ذکر نام یا اشاره به یک شخصیت خاص، به مانند اسامی که شما اشاره فرمودید، چه خوبشون چه بدشون. ما حدود 17 مورد داریم در قرآن کریم که الله متعال اشاره میکنه به بانوانی در قرآن کریم، به زنهایی در قرآن کریم که این زنها خود شخص ذکر میشه، خود شخصیت مطرح میشه. 3 نفر از اینها انسانهای بدی هستند که زن فرعون هست، زن نوح علیه السلام هست که با تعبیر امرأت نوح مطرح میکنه الله متعال در پایان سوره تحریم میفهمد ضرب الله مثلا للذین کفروا، مثال میزنه برای کفار زن نوح و زن لوط رو، امرأت نوح و امرأت لوط، به عنوان زن نوح و زن لوط بدون ذکر نام اینها، اما مشخصه که خب یک شخصیت معین و مشخصی است، یک فرده، یک صفت نیست، یک فرد یک صفاتی داره. و همچنین در سوره مسد ما در پایان قرآن کریم 4 سوره مونده که تمام بشه، یعنی 4 از آخری 4می میشه. بله. مسد از طرف آخری از آخر 4می است. سوره مسد درباره ابولهب عموی رسول صلی الله علیه و سلم هست و در پایانش میفرماید و امرأته، و زنش. زن کی؟ زن ابولهب. ام جمیل معروف هست. این زن هم زن عموی رسول صلی الله علیه و سلم هست که به عنوان یک نمونه شر و یک زن بد مطرح میشه و صفاتی داره. این 3 نفر نمونه های بدی هستن که در قرآن ذکر میشن. حالا اگر فرصت اجازه داد به اونها خواهیم رسید ان شاء الله. اما در حدود 14 مورد دیگه ما بانوانی داریم، زنهایی داریم که الله متعال از اینها به خیر و نیکی یاد میکنه. از بین این موارد یک شخصیت عظیم، یک بانوی بسیار فرهیخته نامش ذکر میشه، فقط یک نفر در قرآن کریم. یک زن نامش ذکر شده در قرآن کریم در این کتاب مقدس فقط یک زن نامش ذکر میشه و اون هم بانوی به صورت صریح. گرچه ما اشاره کردم که 14 مورد به صورت اگر بخوایم بررسی بکنیم 14 مورد خطاب به در مورد یک زن خاص صحبت میشه که زیاد هستن، ان شاء الله بهش میپردازیم. یک مورد از این موارد اسمش ذکر میشه، تنها زنی که نامش در قرآن کریم ذکر شده، اسم خودش به نیکی ذکر شده، بلکه به عنوان یک الگو ذکر شده، بلکه به عنوان یک نمونه نه تنها برای زنها، برای کل تاریخ ذکر میشه. یک بانویی که ازدواج هم نکرده، یک بانویی که شاید آنچنان سنی هم ازش نگذشته در اون لحظه ای که این معجزات و کرامات برایش حاصل میشه. با اون کسی نیست جز بانو مریم علیها السلام، مادر پیامبر بزرگوار الهی عیسی علیه السلام، که الله متعال درباره مریم در جاهای مختلفی از قرآن کریم سخن میگه. خب استاد گرامی، چه بهتر است که با ذکر نام مریم که ذکر کردین که یگانه بانویی است، یگانه زنی است که در قرآن به صورت صریح ازش نام برده شده، وقتی از مریم علیه السلام یاد میکنیم باید فکر کنیم ذکر هم از مریم ابنت عمران یا از مادرش، از مادر مریم یاد بکنیم. حالا که شما بحث رو شروع کردید اجازه بدید صحبت رو درباره بانو مریم صحبت رو شروع بکنیم اصلا، چون واقعا قرآن کریم انقدر از این بانو صحبت کرده که حقیقتش من احساس فردی و شخصی خودم رو ذکر میکنم. استاد هر وقت نام این بانو ذکر میشه و علاوه خصوص الان که میخوام درباره این بانو صحبت بکنم احساس شرم میکنم، احساس شرمندگی میکنم در برابر عظمت این بانو، در برابر عظمت اون بانویی که الله متعال یک سوره ای از قرآن کریم رو به نام ایشون نامگذاری میکنه. سوره مریم، سوره ای در قرآن به نام یک بانوست، مریم. خیلی عظیمه این حرف، خیلی بزرگه این معنا. وقتی الله متعال یک بانوی رو انقدر
اکرام میکنه که این بانو رو در کنار انبیای الهی ذکر میکنه، در کنار انبیای اولوالعزم. در سوره مبارکه احزاب وقتی که الله متعال در آیه 8 میفرماید که وید اخذنا من النبیین میثاقهم، ما از انبیای الهی میثاق گرفتیم، و منک، و از تو ای پیامبر عزیز من. اول رسول صلی الله علیه و سلم ذکر میشه چون عزیزتره. و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم. منک، تو ای پیامبر من. اینجا در این آیه 5 پیامبر اولوالعزم ذکر میشن. این آیه 5 پیامبر اولوالعزم ذکر میکنه. اول رسول صلی الله علیه و سلم میاد و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم و منک، ای رسول صلی الله علیه و سلم، و من ابراهیم و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی. میتونست الله تعالی بگه عیسی. خیلی جاها عیسی بدون مریم ذکر شده. نه، خیلی جاها عیسی بدون مریم ذکر شده. در آیات قرآنی جایی هست که عیسی ذکر نشده، عیسی بدون مریم ذکر شده. اما ذکر مریم بعد از نام عیسی در سیاق آیه‌ای که از پیامبران اولوالعزم الهی صحبت میکنه اشاره داره، صحبت داره، حرف داره برای ما. در آیه 75 سوره مبارکه مائده الله تعالی وقتی که از عیسی علیه السلام صحبت میکنه میفرماید که مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح پسر مریم پیامبری بیشتر نبود. در رد عقیده مسیحیت و نصارا در تثلیث و سه خدایی و خدا گرفتن عیسی و مادرشون مریم. و امه صدیقه، سبحان الله، مادرش صدیقه بود. صدیقیت، درجه صدیقین درجه است که بعد از انبیاست. فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین. الله تعالی میفهمم در روز در بهشت درجاتی که هست، اول انبیان بعد صدیقین. درجه صدیقی بعد از نبوت است، بعد از رسالت است. مریم یکی از اینهاست. مریم به درجه صدیقی رسیده، صدیقه است. و امه صدیقه، الله متعال میفهمد مریم صدیقه بود. مریم به درجه رسید گرچه نبی نشد اما بعد از انبیاست. و بعد از انبیای اولوالعزم هم الله متعال نام مریم رو میاره به کنار اسم پسرش عیسی. مریم علیه السلام بانویی است که در قرآن بارها و بارها نامش ذکر میشه. و به فرموده شما اگر بخوایم از مریم صحبت بکنیم باید برگردیم عقب، چون مریم یک خانواده ای داره. همیشه یک گل، یک شاخه گل وقتی که یک بوستانی در اون بوستان داره اطرفشانی میکنه، داره اونجا لطافت میبخشه به این فضا، یک کشاورزی، یک باغبانی، یک کسی بوده که زحمت کشیده تا این رشد بکنه. بعد از رحمت الهی، بعد از فضل الله متعال بر این باغ و بوستان، در خانه‌ای که مریم علیها السلام متولد میشه، این خانه مادرش کیه؟ بگذارید چون بحث ما از بانوان هست، از مادرش صحبت کنیم. از مادر مریم صحبت کنیم تا به مریم برسیم. در سوره آل عمران که آل عمران هم باز میتونیم بگیم که این سوره هم باز نام مریم درش هست. عمران کیه؟ عمران پدر مریمه. آل عمران، خاندان عمران، خاندان مریمن. سوره آل عمران هم مال مریمه در تعبیر دیگه ای. نه تنها سوره مریم به نام مریمه، یک سوره به نام مریم هست، یک سوره هم به نام خاندان مریمه. این فضیلت ها رو حالا پشت سر هم داشته باشیم که ببینیم کیه این بانو که واقعا جا داره ما امروز در این برنامه، گرچه وقتمون بسیار اندکه، در پیشگاه این بانو به احترام توقف کنیم، تدبر کنیم، بررسی کنیم. چون الله متعال، این دستور الله متعال، وقتی سوره به نام مریم ذکر میشه، وقتی این همه بعد الله متعال میفرماد واذکر فی الکتاب مریم، ذکر کن از مریم، بگو، صحبت کن از مریم، حکایتشو مطرح بکن. در چند جای قرآن کریم هی مریم مریم میاد. الله تعالی مریم رو یک مثال، یک الگو ذکر میکنه برای کسانی که ایمان آوردن. و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، اول آسیه زن فرعون رو که بهش خواهیم رسید ان شاء الله، و در پایان میفرماید و مریم ابنت عمران التي احصنت فرجها. این مریم در آل عمران هم، سوره آل عمران هم مال همین خاندانه. اصلا آل عمران یعنی خاندان عمران، پدر مریم. در آیه 32 به بعد 33 از سوره مبارکه آل عمران که درباره آل عمران هست،
الله تعالی میفهمد ان الله اصطفى آدم و نوحا، الله تعالی برگزیده آدم و نوح رو و آل عمران، آل عمران الله تعالی انتخاب کرده. این یا یک قوم، این خانواده انتخاب شدن، یک خانواده مبارکن، برگزیدن. درباره عمران نمیخوام زیاد صحبت بکنیم، چون اگر بخوایم صحبت کنیم کل برنامه رو بگذاریم درباره بابا صحبت کنیم. موضوع بانوان هست، درباره مادر صحبت میکنیم. ان قالت امرأة عمران، الله تعالی میفهمد بیاد بیارید که اون لحظه ای که مادر زن عمران که مادر مریم هست گفت، چی گفت؟ فراموش نکنیم درسته که در کنار ماه تابانی، خورشید درخشانی به مانند مریم و عیسی علیهم السلام، مادر بزرگ عیسی، مادر مریم امرأة عمران، یک کمی اون شعاعش کمتر دیده میشه، اون ستاره درخشان در آسمان در کنار مهتاب عظیمی به مانند مریم و خورشیدی به مانند عیسی زیاد نور افشانی نمیکنه، اما خودش یک اسوه است. الله تعالی به ما میگه یاد بیارید اون موقعی که گفت زن عمران مادر مریم رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا، یا رب در آیه 35 سوره مبارکه آل عمران، خدایا اون لحظه رو بیارید. مستقیم داستان از اینجا شروع میشه. اینو من میخوام از این آیه من شروع کردم عمدن، چون الله تعالی از اینجا شروع کرد. مادر مریم وقتی الله تعالی میخواد معرفی بکنه نمیاد بگه که مریم بد دختر، مادر مریم اسمش هم حتی ذکر نمیکنه. اسم مهم نیست، خانواده مهم نیست، از کجا اومد و کجا متولد شد مهم نیست، چطور زندگی کرد، کی بود. مستقیم میره سراغ مهمترین صفتی که وصفش میکنه. درباره مادر مریم ما فقط یک آیه بیشتر نداریم اینجا، همین یکی دو آیه که اینجا صحبت میشه، 35 و 36 در آل عمران. مستقیم الله تعالی میره سراغ اصل که این مهمه، این بانویی که من ذکر میکنم به این خاطر این عظیمه برای من، دوست داشتنیه. ان قالت امرأة عمران، موقعی که مادر عمران چی گفت؟ رب، ای خدایا، انی من زن عمران مادر مریم، انی نذرت لک، من نذر کردم برای توی الله، ما فی بطنی، اون چیزی که در دل من است، محررا، که اینو آزاد میکنم، فقط در راه عبادت تو وقفش میکنم. مادر مریم زن عمران حامل است. عمران خودش خدمت میکنه، زحمت میکشه، عالم دین، فداکاری میکنه، به جای خودش محفوظ. خانمش یک خانم صالح است، یک خانمی است که عابده است. این خانم یعنی اینجا الان میخواد تلاش بکنه در راه کسب رضایت الله متعال یک عملی انجام بده. چیکار میکنه؟ میگه من نظم میکنم آنچه که در دلم دارم در شکمم دارم. پول آنچنانی نداره، ثروت آنچنانی نداره. فکر میکنه که من یک زن چیکار میتونم بکنم برای دینم، من چیکار میتونم بکنم برای پیشرفت باور اعتقاد خودم. میاد میگه خب من الان یک حاملم، یک بچه تو شکم من هست و گمان میکنه که پسره، امید داره که پسر باشه. میگه خب این پسره، اینو وقفش میکنم. این سرمایه وجود در راه کسب رضایت الله تعالی، در راه دین، میدمش برای الله تعالی. نذرت لک، سبحان الله، من اینو برای تو وقف کردم خدایا. سرمایه عظیمی رو وقف کرد. اون چی که در شکم داشت بچهش بود، فرزندش بود، پاره تنشه، زحمت کشیده براش. از این عزیزتر نداره مادر. مادر از فرزند عزیزتر نداره. این عزیز رو فدا میکنه برای چی؟ برای کسب رضایت الله. یک توقف کوچولو بکنیم، مقررش رو توقف کنیم درباره عظمت این خانواده ها که چه درسی برای ما داره. واقعا هدف فکر کنم که نیست که یعنی این مادری که مادر مریم، ببینین صلاح مادر مریم، صداقت مادر مریم، اخلاص مادر مریم چی نتیجه به بار میاره؟ مریم بعدش هم عیسی. ببینید که صداقت چه کار میکنه، اخلاص چه کار میکنه. نگیم که من دستم خالیه، من پول ندارم، من نمیتونم کاری بکنم. هر چی که انسان میتونه داشته باشه. این برای ما جای تنبیهه. باید به خودمون بیاییم. اون کسایی از ما که پول داریم، مال داریم، الله تعالی هیچ انسان روی زمین نیست که یک ویژگی خاصی به اون نداده باشه که به بقیه داده باشه. یعنی به من هر انسان یک ویژگی خاصی داره که هیچ کسی
چه زن باشه چه مرد، که حالا صحبت ما درباره زن هاست، هیچ زنی گفته نمیتونه که من امکانات ندارم، من سرمایه ندارم، من چیزی ندارم که در راه خدا وقف کنم، در راه خدا صدقه کنم، در راه خدا بتم. داری. اگر ما فکر بکنیم هر چیزی که داشته باشیم، اون کسی که تاجره بعد ازش پرسید تو چی کار کردی؟ مادر مریم زن عمران بچه‌ش رو وقف کرد، تو چی وقف کردی؟ اون کسی که عالمه بپرسیم تو چی وقف کردی؟ اون کسی که سرمایه دیگه خدا بهش داده، هنری بهش داده، تو چی کار کردی؟ اومدی یک کار خیر انجام بدی، اومدی یک مدرسه درست بکنی، اومدی یک بیمارستانی درست بکنی، اومدی که یک یتیم خونی درست بکنی، اومدی به فقیر که رسیدگی بکنی، اومدی که دست یک مسکین یتیم رو بگیری، اومدی فرزند تو وقف بکنی مانند مادر عمران برای دین، اومدی یک حرکتی بکنی برای دین، بخشی از مال تو، وقت تو، سرمایه‌ات رو، هر چی که الله تعالی در اختیارت گذاشته برای دین بگذاریم. اخلاص. بعدش فرمود که انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی. قبولش کن از من. این مهمه. قبول باید بشه. قبولی هم چیست؟ باید قبول بشه. کی قبول میشه؟ شرط قبولی چیه؟ اخلاص. شرط قبولی چیه؟ عمل درستی باشه. و گمان نیک در اینه که با اخلاص وقتی انسان یک عبادتی انجام میده، یک نیتی میکنه، یک نذری میکنه، الله تعالی چیکار میکنه؟ نذر کرد که پسری به دنیا میاد، ان الله فکر میکرد پسری به دنیا میاد، پسرمو من نذر میکنم تا این پسر بره و خدمتگزار عبادتگاهی بشه که الله تعالی در اون عبادت میشه. پسر نشد. وضعتها. وقتی که فلما وضعتها، وقتی که به دنیا اومد قالت رب انی وضعتها انثى. خدا جان این که دختر شد. مریم اومد. اما ناراحت. نتیجه اخلاص. ناراحت از چی؟ از این که اون فرصت عبادت از من گرفته شد. از اینکه فکر میکنم منی که الان پسرم رو میخواستم بفرستم برای عبادت دیگه نمیتونم بفرستم، دختره نمیتونه بره اونجا تو کلیسا نذر بکشه، اونجا کلیسا عبادتگاه اون زمانه بود، نمیتونه بره اونجا این کار اون جوری که من دوست داشتم بره وقف دین بشه و کار بکنه. ناراحت. من گفت خدای پسر زن مرد که مثل هم نیستن، اینو من وقف کردم و این نیستم میتوها مریم، من اسم اینو گذاشتم مریم و انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. خدای من این دخترمو به تو میسپارم از دست شیطان و تمام ذریه این رو، هر کسی نسل تنها خودش ذکر نکرد، به تنها فکر دخترم را، نسلشم به فکر تربیت بچهشه. این یک زنه که فکرش، ذکرش، دیدگاهش، زندگیش به خاطر چیه؟ به خاطر خداست، به خاطر اللهه. این زن میخواد الله رو به دست بیاره، رضایت الله رو به دست بیاره، کسب بکنه رضایت الله متعال رو. از هر آن چیزی که در اختیارشه میاد و سرمایه گذاری میکنه. بعدم که میبینه که فرصت نشد باز میگه خدایا خب خواست تو اینطوری بود، خدا اینو تربیتش کن. بچه صالح میخواد، به فکر تربیته. چند نفر از ما به فکر تربیت بچه‌مون هستیم؟ چند نفر از بانوانی که ما الان دوستدار قرآنیم مثل مادر مریم تا بچه‌مون به دنیا اومد میگیم که اینجا اعیذها بک. جناب استاد تنها به خودش اعتماد نمیکنه و تربیه که امروز برخیا بفرستیم در آموزشگاه فلانی و مکتب فلانی و نمیفهم مدرسه چجوری و این گونه سخنها، اعتماد اول تربیه میکنه و بعد از خداوند توفیق میطلبه و به خداوند میسپاره. همه چیز به دست الله متعال. داستان مریم، خانوادهش، قومش، زکریا که بدکفالتش رو به عهده میگیره به ما نشون میده که گرچه ولو قوانین مسلمی که الله تعالی گذاشته اگر بخواد اینها تغییر بکنه تغییر میکنه و تا الله تعالی نخواد هیچ کدوم از اینها نمیشه. تربیت میکنه از اینهاست. اولین مرحله دعاست و طلب از الله متعال. مریم به دنیا میاد. برای کفالت مریم نذرش رو عملی میکنه. نذرش رو عملی میکنه و بچه بزرگ میشه. کفالتش رو به عهده میگیرن. برای اینکه کفالت این رو کسی به عهده بگیره، کی به عهده بگیره که مریم رو کفالتش رو به عهده بگیرن، رسیدگی بکنن وقتی که اونجا عبادت میکنه و وقتی که بررسی میکنه قرعه کشی میشه. نهایتا زکریا علیه السلام که نبی دیگری است و شوهرخوالی مریم هست انتخاب میشه. حضرت زکریا وارد میشه. حالا مریم رو ببینیم. اون از مادرش خیلی مختصر گذرا. مادر مریم خودش یک انسانی است که صاحب کرامات. مریم وقتی که به دنیا میاد، این بنده، این دختری که با این دیدگاه و این دعا و اون نیت خالصانه به دنیا اومده به هر حال نزد میشه و زکریایی که خودش پیامبره این رو تربیت میکنه. فکفلها زکریا
اینجا هم یک زکریا تکریم دیگری است برای مریم. الله تعالی در وقتی که الله متعال وقتی که مادر مریم دعا کرد که میخوام تربیت خوبی بشه، الله تعالی زکریای فرستاد. نبی رو گویی که مأموریت میده حالا تو باید اینو تربیتش کنی. یعنی خدا اگر انسان وقتی از خدا طلب بکنه، وقتی به خدایش تکیه بکنه، وقتی به خدایش اعتماد کنه، خداوند افراد و اشخاص و وسایل و اسباب را مسخر میکنه که اصلا در خیال بنده هم نیست. وقتی که اخلاص باشه فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا، خود الله تعالی نه تنها قبول کرد، خودش تربیت میکنه زیر دست انبیا. زکریا علیه السلام وارد میشه، یک روزی میبینه که مریم نشسته در غیر فصلش، میوه های پیشش هست. این میوه اصلا در بازار که هیچی در اون فصل اصلا وجود نداره. کلما دخل علیها زکریا المحراب، وقتی که زکریا وارد میشه در محرابی که عبادت میکنه، از همین الان شروع کرده این بانو عبادت رو مریم علیه السلام، وجد عندها رزقا، میوه های میبینه در غیر محلش. قال ان لکی هذا، تعجب میکنه از کجا آوردی اینا رو؟ اصلا میوه‌ای که در غیر فصله، میوه‌ای که در غیر محل. این یک از کرامات مادر مریم، بانو مریم، این یک از کراماتشونه. قال ان لك هذا، قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب. ایمان، یقین. الله تعالی وقتی کسی رو بخواد بده بدون حساب کتاب میده. هنالک دعا زکریا رب، زکریایی که الان پا به سن گذاشته و خانم زکریا که باز از همین خاندانه، بانوی دیگری است، ناچار باید ذکر کنیم. اونم اینا همه به هم وصله نکنه. این بانو پا به سن گذاشته، به تعبیر خود حضرت زکریا و امرأتی عاقره، ما زکریا رو باید بحث کنیم چون در ابتدای سوره مریم الله تعالی از زکریا شروع کرد قبل از اینکه از مریم و عیسی شروع کنه، چون این زکریاست که تربیت کرده مریم، چون گره خورده حکایت اینا به هم. زن زکریا فرزند نداره، پا به سن گذاشته، دیگه امیدی به فرزنددار شدن نداره، فصلش گذشته. زکریا هم در سن و سالی است که امیدی نداره که فرزند بشه، فصلش گذشته دیگه. فصل فرزنددار شدن زکریا و خانمش نیست. اما یرزق من یشاء بغیر حساب. اما وقتی که میاد میبینه پیش مریم که الله تعالی در غیر فصلش به مریم میوه میده، امیدوار میشه. همین که این رو دید نبی الله تعالی زیرک و ذکیه، میدونه که الله ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، وقتی که بخواد در غیر فصلش همونجوری که به مریم فرزند میده، به من و خانمم اگر بخواد بده میده، اما باید ازش خواست. هنالک دعا کرد زکریا رب، قال رب هب لی من لدنک ذریة طیبه. به مریم در غیر وقتش این مدلی شما میدی به منم میتونی بدی. رفت در محراب نشست، ول نکرد محراب. فنادته الملائکة وهو قائم یصلی فی المحراب. در همون وقتی که نماز میخونده عبادت میکرد، فرشته اومدن ان الله یبشرک بیحیی، الله تعالی بهت بشارت داد که یحیی داره میاد. یحیی هم پیامبر است. یحیی هم پیامبره. سبحان الله. این خاندان مبارک همشون اولیاء الهیان. قال رب ان یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر و امرأتی عاقر. از کجا منی که به پا به پیری گذاشتم، پا به سن گذاشتم، خانم من اصلا کلا دیگه نازاست به تعبیر امروزی. قال كذلك، درسته، ولكن الله يفعل ما يشاء. یحیی رو بشارت دادن به زکریا، یحیی به دنیا. جناب استاد اگر اجازه بدین من یک توقف میکنیم، یک میان برنامه همراه با بیننده ها و شنونده های عزیز میبینیم و میشنویم و برمیگردیم باز هم پای صحبت های جناب استاد فضلحق سلیمانی تا در باره زنان قرآنی و یگانه زن قرآنی که نامش صریحاً در قرآن ذکر شده و پیوند ناگسستنی با زکریا و با یحیی و اینا داره، اینها را بعد از دیدن میان برنامه با هم انشاءالله پی خواهیم گرفت. يا ربي اقبل صومنا واغفر جميع ذنوبنا، يا ربي نطلب
الرضا عنا وستر عيوبنا. يا ربي يقبل صومنا واغفر جميع ذنوبنا. يا ربي نطلبك الرضا عنا وستر عيوبنا. يا ربي يقبل صومنا واغفر جميع ذنوبنا. يا ربي نطلبك الرضا عنا وستر عيوبنا. يا ربي يقبل صومنا واغفر جميع ذنوبنا. يا ربي نطلبك الرضا عنا وستر عيوبنا. يا ربي من صلى وصام وكل من زكى وقام يبغي رضاك ورحمتك والعفو يا رب الأنام. يا رب من صلى وصام وكل من زكى وقام يبغي رضاك ورحمتك والعفو يا رب الأنام. يا ربي يقبل صومنا واغفر جميع ذنوبنا. يا ربي نطلبك الرضا عنا وستر عيوبنا. يا ربي يقبل صومنا واغفر جميع ذنوبنا. يا ربي نطلبك الرضا عنا وستر عيوبنا. يا ربي يقبل صومنا. خب بینندگان و شنوندگان عزیز و گرامی، پس از میان برنامه برگشتیم و با عرض سلام مجدد خدمتتان با ادامه موضوع بانوان قرآنی با شما هستیم و جناب استاد سلیمانی قبل از میان برنامه داشتن درباره بانو مریم علیه السلام صحبت می کردن، از مادرش صحبت کردند و بعدش آمد موضوع چون با هم گره خورده و با هم پیوند منطقی داره، صحبت از زکریا شد و صحبت از اینکه در قبل از میان برنامه دقایق قبل از میان برنامه گفتن که زکریا که متکفل تربیت مریم بود وقت داخل شد در محراب دید که نزد مریم علیه السلام میوه هایی است که در آن فصل اصلا از آن وجود نداشت و حتی در آن منطقه وجود نداشت. وقتی اون میوه ها را دید از مریم علیه السلام پرسید که این میوه ها را از کجا آوردی؟ از کجا آوردی؟ مریم گفت خداوند وقتی که به هر کس رزق بده، رزق خداوند بغیر حساب و بی حساب و بی شمار است. بنا به او زکریا هم از خداوند خواست که در حالی که خودش بزرگسال بود و زنش بزرگسال بود خداوند به ایشان فرزند عطا کنه و بنا به دعایش خداوند یحیی پیامبر دیگری را به زکریا عطا کرد. و جناب استاد فقط می‌خواستم که این نقطه را دوباره بازگو کنم. حالا می‌خوایم درباره خود مریم علیه السلام، درباره ویژگی های این بزرگ بانو صحبت کنیم. درباره این بانوی عظیم اگر بخوایم صحبت بکنیم، من چند آیه از آل عمران کمک میگیرم، از سوره آل عمران که مال همین خاندان هست به نام این خاندان، و از سوره مبارکه مریم. در سوره مبارکه آل عمران آیه 42 الله متعال مبحث ما و شما رو در یک آیه جواب میده. ان الله یا مریم و اذ قالت الملائکه یا مریم. بیاد بر اون لحظه ای که فرشتگان رفتن به پیش مریم بهش گفتن یا مریم، ای مریم ان الله اصطفاکی، الله تو رو برگزیده، انتخابت کرد، و طهرکی، و تو رو پاک کرد،
واصطفاکی، باز دوباره، و تو رو برگزیده علی نساء العالمین، سبحان الله، بر زنهای عالم. دوباره تو رو برگزیده، پاک کرده، پاکیزه کرده از هر گونه آلودگی و برگزیده بر تمام زنهای عالم. بعضی از مفسرین گفتن این دوبار استفا، یک بار به خاطر خودش هست، یک بار به خاطر نازنینش عیسی علیه السلام. این بانو خب یک سری صفاتی هم در وجودش هست که به اینجا میرسه. بانو مریم اولین صفتش اینه که وقف کرده خودش رو برای الله متعال. همون نیتی که مادرش داشت، مشغول عبادته، مشغول روزه است، مشغول نمازه. در سوره مبارکه مریم الله متعال میفهمد که اصلا از قوم دوری گرفت، رفت یک گوشه شرقی از مسجد اونجا و برای خودش یک حجابی هم بین خودش و قوم گذاشت که کسی نیاد اصلا سراغش. یک بانوی است، عفیفه، پاک و عابده و عبادت میکنه، شب و روز رو مشغول ذکر عبادت الله تعالی است. الله تعالی الان اراده داره که این بانو رو هم آزمایش بکنه، هم ابتلا بکنه، هم یک فضیلت هایی رو به او اعطا بکنه. الله متعال جبرئیل امین رو میفرسته، بیاین با هم همراه بشیم بریم در اون گوشه‌ای که اعتکاف نشسته بانو مریم. یک چادری هست گوشه از مسجد که همه میدونن، یک بانوی با کمالات، صاحب جمال، صاحب کمال، شایستگی و کمال، تمام صفاتی که شایسته یک انسان هست در وجودشون هست. سلامت تمام بانوان دور بر خودش هست. خب سنی هم نداره، دوبار برگزیده شده، سنی هم نداره، نوجوان و ابتدای جوانی رو تازه هنوز داخل نشده به ابتدای جوانی هم. با این دختر نوجوان است، مشغول عبادت و حجب و حیا و عفتش سبب شده که اصلا از قوم دوری گرفته و رفته الان یک دفعه مشغول عبادت و راز و نیاز و ذکر خودش هست که میبینه که پرده کنار رفت و یک مردی اومده بسیار صاحب جمال و وارسته، مردی است، انسانی اومده به خودش جرأت داده که پرده رو کنار زده و اومده جلو. الان مریم علیه السلام گمان بد میبره به این. بله. اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، پناه به الله تعالی این کنت تقیا. نمیدونه کیه، یک مردی اومده صاحب جمال و کمال، یک بانوی اینجاست، پرده کشیده داره عبادت میکنه، صاحب جمال و کمال، هر کسی باشه گمان بد میکنه، نمیدونه که این کیه. میگه به الله پناه میبرم از دست تو اگر تو انسان پاکیزه‌ای هستی. خود این کلام منظور چیه؟ خب من هم میخواستم بپرسم که میخواد چی بگه؟ تقیه. میگه که اگر تو انسان پاکیزه‌ای هستی، چون تو مسجده در حال عبادته، سیمای این شخص دلالت میکنه انسان فریخته و آرسته‌ای باشه. اگر تو انسان متقی هستی، این شایسته تو نیست که تو اینجوری بیای بدون اینجا بانوی هست، من پرده کشیدم، پرده رو بکشی کنار و بیای مزاحم من بشی. چه نیتی داری تو؟ برای چی اومدی اینجا؟ اگه تو نیت خیر داشتی، اگر با من کاری می داشتی، اگر صحبتی میکردی، صحبت میکردی، اجازه میخواستی، این برخورد یک انسان متقی نیست. من پناه میبرم به الله تعالی از این برخورد هاست و بترس از الله تعالی. این پناه بردن من به الله تعالی بعد تو رو بترسونه اگر تو متقی باشی. پناه من به الله تعالی بعد تو رو بترسونه اگر تو متقی هستی. اینجا الان کلامی میشنه بانو مریم پریشان این تقوا، حجب، عفت، پاک دامنی. ببینید خود این عفت و حیا و حجب رو چطور برخورد میکنه باش. نمیاد بگه تو کی هستی، حتی تو کی، چی کاره ای، خوش تیپ، با کلاس، شماره تلفن بده، بذار عکس ازت بگیرم، یا بعداً آدرس ایمیل بده به من، آدرس فیسبوک تو به من بده. متاسفانه ما داریم میبینیم در عصر و زمانه خودمون که اگر یک جوانی صاحب کمالات، خوش تیپ، با قیافه، شکل و شمایل آنچنانی که از ظاهرش مشخصه که انسان خیلی مایه‌داری هم هست، جبرئیل امین الله تعالی وقتی که میفرسته به شکل یک انسانی میفرسته که میخواد آزمایش بکنه. از اون طرف بانو مریم چی جواب میده؟
اولین کلامی که میگه پناه میبرم الله تعالی. اعوذ بالرحمن. یوسف علیه السلام چی جواب داد وقتی که زلیخا رفت پیشش پشت درهای بسته؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. درها رو بست و گفت آقا من در اختیار تو هم. قال معاذ الله، پناه بر الله تعالی. عفت اینه، حجب و حیا اینه. کسی بخواد مثل یوسف باشه مردی باید در جا بگه معاذ الله وقتی که فتنه و وسوسه یک زنی رو میبینه. اگر بانوی دختر محترمی متقی دختر مسلمان باید مریم وار زندگی بکنه وقتی که وسوسه یک مردی رو احساس کرد باید بگه اعوذ بالرحمن منک، پناه میبرم به الله تعالی دست تو. این مریمه. وقتی که این پریشانی رو میبینه، خب اون کسی که اومده نیومده تا مریم را اذیت بکنه. اون کسی که اومده سیدنا جبرئیل علیه السلام سردار ملائکه است، سردار ماست، سردار انسان هاست، یاور انبیاء الهیه. میاد بهش میگه که نگران نباش، من انسانی نیستم، نیومدم تو رو اذیت بکنم، من فرستاده الله تعالی لأهب لک غلاما زکیا، اومدم به تو هدیه بدم یک فرزندی رو. اون پریشانی رفت کنار. این پریشانی دوم اومد، من نه شوهری دارم، نه ازدواج کردم، نه رابطه بدی داشتم با کسی، به من فرزند میدی. از کجا؟ ان یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر. در سوره مبارکه آل عمران. من چطور میتونم فرزنددار بشم که هیچ دست مردی من نرسیده؟ و در سوره مبارکه باز مریم فرمود ولم اکو بغیه، من بدکارم نبودم که. آخه چطور ممکنه من بدون هیچ مردی، حالت طبیعی حامله شدن ارتباطی یک مرد و زنه، بله، زنی بدون وجود یک مرد چطور میتونه حامله بشه؟ تعجب میکنه مریم. اما اینکه میگم این زندگی همه اینها به هم گسیخته است در غیر فصلش، یعنی الله تعالی وقتی بخواد قانونهایی داره، اما وقتی که بخواد، وقتی بنده خالصانه دست بلند بکنه، الله تعالی به خاطر خلوص نیت اون بنده قانونها رو هم تغییر میده. چنان که برای زکریا تغییر داد، در غیر فصلش بهش فرزند داد، محیا رو. برای مریم در غیر فصلش میوه می آورد. و الان هم در غیر حالت عادی باز برای مریم دوباره میخواد یک قانونی رو به ما و شما نشون بده که من الله هر وقت بخوام هر کاری بخوام انجام میدم. و بشارت داد بهشون، دست کشید به سینه ایشون جبرئیل علیه السلام، یا دمید در ایشون و حامل شدش. الان اصل مشکل شروع شده، الان آزمایش شروع شده. این بعد زندگی مریم علیه السلام بسیار عظیمه و بسیار مهمه برای تمام بانوانی که میخوان از ایشون درس بگیرن و حتی برای مردهایی که باید از ایشون درس بگیرن. میشه جناب استاد فقط یک اشارات خیلی ها سریع از درس ها و عبرت هایی که مثلا یک زن مسلمان، یک دختر مسلمان از بانو مریم میتونه بگیره؟ الان بانو مریم حامل است. خب بچه رشد میکنه. حالا سوای اینکه بحث مدت زمان رشدی بوده اونو به کاری بهش نداره. بحث ما رو اینه که الان بچه وضع حمل نزدیک شده، حالت زایمان نزدیک میشه. دختری پاک و پاکیزه از خاندانی خوشنام و نسب الان متهمه. خود مریم میدونه که چه اتفاقی افتاد، مریم میدونه چه اتفاقی افتاد، اما کی حرف مریم رو گوش میکنه؟ یک دختر بچه‌ای که تازه به پای سن جوانی داره میرسه، نوجوانی، که بیاد بگه که من یک کسی اومد و جبرئیل رو گفت انا رسول ربک، معجزه رخ داده. این کی باور میکنه؟ کار بی سابقه. اینو کی باور میکنه؟ الان یک فشار روحی بسیار سنگین بر مریم حاکمه. خیلی وقتا ما تو زندگی فشارهای روحی خیلی سنگین بر ما میاد، اما آیا این فشارهای روحی که بر ما وارد میشه به اندازه حجم اون فشاری هست که بر مریم نازل شد که یک بانوی با تقوای پاکیزه خوشنام متهم میشه به چی؟ متهم میشه به فساد اخلاقی، متهم میشه به زنا و الان بچه به دنیا میاد. الان در هنگام وضع هم دور میکنن خودش از قوم، الله تعالی میفهمد، از قوم دور میشه، میره کنار یک گوشه میشینه. مریم تنهاست، نگران و پریشانه، نمیدونه چی کار بکنه. این بچه اگه به دنیا بیاد چی باید بگه؟ خودشه. ما انسان ها غالبا وقتی که بچه به دنیا میاد زن رو تنها نمیگذاریم،
کنار این زن یک زن دیگه میاد بهش کمک میکنه در وضع حمل، الان خصوص که وضع حمل بار اول هم باشه، تحملش سخته برای کسی که تنها بره. مریم تنهاست، جرئت نمیکنه به کسی بگه من حاملم، جرئت نمیکنه کسی رو با خودش برداره ببره که وضع حمل کمکش بکنن. یک بانوی پاک و پاکیزه زندگی کرده، ناراحت و پریشان از یک طرف که الان من این بچه رو بردارم چیکارش کنم؟ بکشمش، ببرمش، چیکارش بکنم؟ وسوسه میشه انسان. از اون طرف دیگه خود مشکلات و سختی های هم به جای خود، مریم علیه السلام یک گوشه نشسته تنها، درد هم زایمان رو و هم درد ترس اون چه که اتفاق خواهد افتاد رو داره تحمل میکنه، به تنهایی وضع هم میکنه. تو درد که هر درد خطرناکتر، هر کدوم یکی از یکی دیگه بزرگتر. به تنهایی مریم وضع هم میکنه، هیچ کم پیشش نیست. به جایی میرسه میگه یا لیتنی مت قبل هذا و کنت نسیا منسیا. این جمله رو کی میگه؟ یک بانوی عابده، یک بانوی پرهیزگار، عبادتگزار، مخلص، صادق، یک بانویی که هیچ نقطه ضعفی در زندگیش نیست. از بس فشار میاد به این بانو در تنهایی، میگه کاش من مرده بودم قبل از این و فراموش شده بودم. خیلی وقتا در زندگی به ما فشارهایی میاد. آیا فشارهایی که ما میرسه به این حد هست که واقعا بانو یکی از اولیای الله تعالی، شکی در این نیست که یکی از اولیای الله تعالی است. فکر کنین جناب استاد نامدار، یعنی تنها نامش اگر هیچ درجه دیگری مریم نمیداشت همین که مادر عیسی بود بس بود. این که الله تعالی خودش دربارش سوره نازل کرده و اسم گذاشته و بارها تنها اسم زنی در قرآن که بارها ذکر میشه، این بانو با این همه عظمت شأن به حدی میرسه فشار روحی که میگه کاش من اصلا میمردم، کاش من قبل از این مرده بودم، یا لیتنی مت قبل هذا و کنت نسیا منسیا، اصلا من کاش هیچ اسمی از من نبود دیگه. خیلی وقتا فشارهای روحی در زندگی برای ما، علاوه خصوص برای خواهران، علاوه خصوص برای کسانی که مشکلات دور برشون میاد، این فشارها میرسه، بچه رو برمی‌داره میره. و جالب‌تر اینه که کنار درخت هم که هست، الله متعال بهش میفهمم بچه که بدونم میاد این درخت رو تکون بده. درخت خرمای نری که هیچ باری هم نداره. غالبا درخت‌ها هم باید به هر حال لقاحی بینشون صورت بگیره، پیوندی زده بشه تا باردار بشه. خود اون درخت هم باز عجیبه، تا درود تسلا بده مریم رو. این درخت دیدی، این درخته که خرما نداشت و خرما نمیشد، چطور خرما دار شد؟ تو هم همینطور نگران نباش. اون درخته در غیر فصلش میوه میده. یحیی و زکریا، یحیی و خانمش در غیر فصلشون، مریم اینطوری بدون همه این عادت شکنی ها در زندگی آل عمران، اینها دلالت بر این داره که الله تعالی اگر اخلاص ببینه، اگر صداقت ببینه، هر وقت بخواد قوانین خودش رو به خاطر یک انسان تغییر میده. ابراهیم رو با آتش میاندازن، طبیعت آتش اینه که بسوزونه اما نمیسوزونه، باید برد و سلامت باشه برای ابراهیم. چاقو رو به حلقوم اسماعیل میکشونن، چاقو طبیعتش بریدنه، سنگ رو میبرن و حلقوم ابراهیم اسماعیل رو نباید ببره، چون اخلاص اینجاست. اخلاص، تقوا، صداقت، همراهی با الله تعالی قانونها رو عوض میکنه. بچه رو میاره متهمش میکنن، از کجا آوردی اینو؟ ما کان ابوک امرأ سوء و ما کانت امک بغیه. بابات آدم خوب، مادرت آدم خوب، نه بابات بدکار است نه مادرت بدکار است. این از کجا؟ خود به خود تهمت زده شد. بچه در بغلش داره میره، تهمت زدن بهش. چه تهمتی بالاتر از این که یک انسان پاک دامن با عفت رو در حیا و اصل سرمایه زندگیش که شرافت و نجابتش هست متهم بکنه کسی؟ مثل این که مادر ما این همین تهمت رو برای مادر عایشه هم زدن. ایشون هم یکی از اون بانوانی است که در قرآن الله متعال ازش دفاع میکنه در یک اتهامی که به مریم زدن و اتهامی که به عایشه صدیقه زدن، مادر یک پیامبر و همسر یک پیامبر. و الله متعال میفرماید بهتان عظیم در آیه 156 سوره مبارکه نساء میفرماید و به کفرهم و قولهم علی مریم بهتان عظیم. کافرشون اون کسانی که این تهمت رو زدن به مریم، یهودیان مراد این آیه هستند. و در آیه 16 سوره مبارکه نور باز میفرماید سبحانك هذا بهتان عظیم. چرا وقتی که شنیدید تهمت به عایشه رو نگفتید این تهمت بهتان عظیمی است؟ هر دو تعبیر یکیه، بهتان عظیم، عایشه و مریم، چون این پاک دامن و اینم پاک دامنه. هر دو تا در یک شرایط سنی، هر دو تا در نسبت با یکی از انبیای الهی. الان خیلی وقتا به ما تهمت میزنن در زندگی، میگن آیا تهمتی بدتر از اون تهمتی که اون اولیای الهی زده شد هست؟ این به ما درس میده که شما
اگر صبور باشید، اگر استقامت بکنید، اگر با الله رابطتون خوب باشه، حتی همین تهمت ها نتیجهش برای شما چی میشه؟ عزت و افتخار میشه. لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم. برای عایشه صدیقه فرمود الله تعالی فکر نکنید به ضرر شماست، به نفع شماست. خود الله تعالی دفاع کرد در قرآن کریم، آیات فرستاد. مریم علیه السلام وقتی که این تهمت رو زدن هیچ نگفت، سکوت کرد، گفت من صحبت نمیکنم. اشاره کرد با خودش صحبت کنید. روزه صوم تکلم، روزه صحبت نکردن موقع بود در امت‌های قبلی، امت ما نیست، که روز همینجوری که ما الان از خوردن و نوشیدن من میکنیم خودمون رو، اون از صحبت کردن من میکردم. صبح تا شب روز صحبت نمیکردم و از اشاره میفهموندن که من روزم. و اونها اشاره کردن به این، گفتن کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، با این بچه ما چطور صحبت میکنیم؟ قال الان اون وقتی که مریم آزمایشش رو پس داد. مریم سختی کشید، مریم درد کشید، مریم تنهایی تحمل کرد، مریم دوره حمل رو پنهان کرد، کسی نبینه، کسی خبر نشه. مریم در دوران حمل هم از حمل و هم از فشار غم و غصه به جایی رسید که در وضع حمل، در هنگام وضع حمل میگفت کاش من میمردم، از بین میرفتم. مریم که از اولیای الله تعالی است. نگیم که مشکلات، سختی ها، غم ها فقط مال من بدبخت بیچاره است، من گناهکار، من مصیبت زده، من فلان. ولی از اولیای الله متعال مثل مریم به جایی میرسه که تمنای مرگ میکنن، تهمت بهش میزنن. این همه آزمایش، تقوا داره، پرهیزگاری داره، صداقت داره، عفت داره، نجابت داره، الان هم متهم میشه به این که تو از کجا آوردی؟ تهمتی که همه قبول میکنن. تو مرد نداری، شوهر نداری، هیچ توجیه دیگه نمیتونی داشته باشه جز این که تو خدای نکرده مرتکب این کار شده باشه. اما وقتی که اخلاص هست، اما وقتی که رابطه با الله تعالی هست، الیس الله بکاف عبده، آیا الله تعالی بر بندش کافی نیست؟ و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی که تقوا پیشه بکنه، الله تعالی براش راه برون رفت از مشکل رو پیدا میکنه، خودش درست میکنه کارو و از جای رزق میده که اصلا گمانشو نکنه. مریمی که هیچ گمان نمیکرد بدون ازدواج صاحب فرزند بشه، بهش فرزند میده. یحیی و زکریایی که عمری از اونها گذشته ناامید شدن، بهشون فرزند میده. الله متعال حضرت عیسی رو به زبان میاره. الان دیگه بعد آزمایشو پس داده مریم، الان باید دفاع بکنه. عیسی علیه السلام از مادرش قال انی عبد الله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکا اینما کنت و اوصانی بالصلاة و الزکاة ما دمت حیا و برم بوالدتی. الان این بچه به زبان میاد و جالبه که صفاتی رو که میگه من پیامبر الله تعالی هستم، منو فرستاده، امر به نماز کرده، امر به زکات کرده تا وقتی که زنده هستم و من نسبت به مادرم مهربان خواهم بود. فرزندی رو الله تعالی میده به مریم که این فرزند باعث فخر کل کائنات است، عیسی علیه السلام. و جالبه که نه مادر ازدواج میکنه و نه فرزند ازدواج میکنه. مادر هم ازدواج نکرد، مریم علیه السلام، و عیسی علیه السلام هم ازدواج نکرد. نه مادر ازدواج کرد، نه فرزند ازدواج کرد. مادر بدون ازدواج صاحب فرزند شد. ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب. الله متعال مثل همونجوری که آدم علیه السلام رو بدون پدر و مادر خلق کرد، حضرت عیسی رو بدون پدر خلق کرد. و مادر یعنی مریم مادر عیسی علیه السلام، الله متعال ایشون رو به درجه صدیقیت رسوند به خاطر تقواش، به خاطر اخلاصش، به خاطر صبرش بر مشکلات و مصیبت ها، به خاطر اون صداقتی که با الله متعال داشت، به خاطر حجب و حیا و عفتش، به خاطر پاک دامنیش. و الان هم خیلی از ماها میتونیم که به مانند مریم به این درجات برسیم. مریم پیامبر نبود، این فراموش نکنید که حضرت مریم حرف مهم اینجاست که پیامبر نبود. جناب استاد یعنی بعضیا شاید بهانه کنن که خب پیغمبر بود یا مادر پیغمبر بود یا این بود یا آن بود. این حکایت وقت در هر حکایتی که در قرآن ذکر میشه در عقب حکایت درس ها و پند ها و عبرت های برای بشریت نهفته است، برای افراد، برای مسلمانان نهفته است. یعنی ما جناب استاد میخوام میگه بگم که ببینین که طبقی که شما اشاره کردین، چون که اشاره کردین، یعنی در حکایت حضرت مریم علیه السلام
سنت شکنی ها و عادت شکنی ها را ما عملا دیدیم و این در نتیجه چی بود؟ تقوا، اخلاص، پرهیزگاری و رابطه با الله. یعنی میتونه هیچ کس بهانه نداره که من ندارم، امکانات نیست، محیط آماده نیست، شرایط آماده نیست، وسایل آماده نیست. با رابطه با الله صبر، میتونی هر کاری که بخوای، هر آرزویی که داشته باشی برسی، ولو اینکه در ظاهر هیچ امکانش وجود نداشت. استاد گرامی، در لحظه های پایانی برنامه لحظه های آسمانی هستیم. از شما در پایان برنامه جهان و سپاس امتنان دارم و همچنین از تک تک بیننده ها و شنونده های عزیز و گرامی که تا این لحظه با ما بودند، از آنها هم جهان سپاس و امتنان دارم. تا برنامه دیگر و دیدار دیگر همه شما را به پناه حضرت حق سبحانه و تعالی می سپارم. خدایا نگهدارتان و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.